از اون روزی که اینترنت بنا شد، زن خونه از مرد خود جدا شد. نه چای آماده نه استکانی، دریغ از پختن یک لقمه نانی. سر صبحی که پیجو تا سحرگاه، موبایلش روشن هرگاه و بیگاه. گهی اینترنت و واتساپ و گه چت، پیامک میزنه این خط به اون خط. خیالش نی که بچهش داره میمیره، خوراکشو خورده یا این که نخورده. خیالش نی که مردش خسته و زار، میاد خونه شبانگاه از سر کار. سرش توی موبایلش هی میخنده، پیامک میزنه خالی میبنده. به جای همدمی با مرد خونه، موبایل روز و شب همدمشونه. الهی این موبایلا رو تو بشکن، دل بیچاره مرد رو نشکن. قدیم و مرد و زن همراه و همدل، حالا همدم شده خط ایران سه. الهی کابل اینترنت جدا شه، موبایل از دست این زن رها شه. قدیم و مرد و زن همراه و همدل، حالا همدم شده خط ایران سه. الهی کابل اینترنت جدا شه، موبایل از دست این زنها رها شه.